خب به نام خدا، من خواستم تحلیل ارائه بدم ولی تعجب کردم. تقریبا تعداد خیلی از زیادی از دوستان و هموطنهای من خواستار صحبت هستن و نمیدونم میخواید برنامه رو تغییر بدیم، تحلیل رو من ارائه ندم، دوستان رو میکروفونشون رو باز کنم، صحبتاشون رو گوش بدیم، بعد وارد تحلیل بشیم. شاید به این شکل مؤدبانه تر باشه. اجازه میخوام ابتدا دوستانی رو میکروفون و اجازه دسترسی صحبت بدم که اسم دارن و من آقای علیرضای عزیز رو میکروفونشو باز کردم. امیدوارم امکان صحبت داشته باشه، چون معمولا با پروکسی میشنوید ولی نمیتونید صحبت کنید، نیاز به فیلتر اشکن دارید. امکان صحبت داری علیرضا جان؟ میکروفون اگه باز کنی. عرض ادب. خب منتظرم همچنان موقعیت برای علیرضا باز شه، بتونه میکروفونشو باز کنه صحبت کنه و دوستان دیگه رو هم که دست بلند کردن. من آقا محمد، بذارید من نشد باز نکرد. آقای خسروی عرض ادب، میکروفون شما رو هم باز کردم. یه چند دقیقه دوستان رو بشنویم بعد من وارد تحلیل خواهم شد، چون دیدم دوستان خیلی تعدادشون زیاد هست و امیدوارم فقط امکان صحبت برقرار باشه با دوستان، هم آقای علیرضا هم دوست دیگه. من براشون امکان صحبت رو قرار دادم. آقا هادی اگه میکروفونتون رو باز کنید صداتون رو بشنویم، میتونیم گفتگو کنیم با شما. سلام. احوال شما؟ به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان که حالا تو لایون. من سریع میخوام برم تو بحران قره باغ و حالا صحبتایی که آقای علیف کردن و آقای اردوغان که تو نیویورک گفتن آقا این عملیات احداث کریدور زنگزوره. و حالا من به نظر من دیگه این گویا میدان ما باید وارد عمل بشیم دیگه. جناب ندیمی درسته؟ نه هنوز الزاما نه. خب آقا صحبتایی دیگه که آقای علیف کردن و آقای اردوغان اصلا گفتن آقا عملیات بعد از قره باغ ما میایم سراغ کریدور زنگزور استان سیونیک دیگه. و اینجا اصلا من واقعا یه ذره عصبی هم سر این موضوع دارم صحبت میکنم که ما الان من نباید ادامه بدید، میشنوم. بله ما ببین به نظر من ما 2020 ما باید اونجا وارد عمل میشدیم و الان خیلی دیر شد. اون موقعی که تانک های علیف رژه میرفتن و ما اونجا سکوت کردیم و به قول خود شما 50% قضیه رو همون سال 2020 و الان که این حالا قره باغ قرار بگیرن اون کریدور زنگزور زده شده و چیزی نمونده. مسلط بشن به قره باغ و لوجستیک بره اون قسمت قشنگ مسلطن به استان سیونیک دیگه، درسته؟ و ما خیلی کارمون سخت میشه تو عملیات نظامی. حالا من کارشناس میلیتاری نیستم ولی خب حالا یه آماتورم میدونه که چطوری آقا این لوجستیک بره تو قره باغ و اونجا مسلط نشه، چون کوهستانی تو ارتفاع دیگه و خیلی سخت میشه کار برای ما. به نظر شما جناب ندیمین ما وارد بشیم بازی خب من باخت نیست؟ من قبلش یه نکته بگم فقط. آقا هادی میکروفونتون باز باشه صدای من اکو میشه. من متاسفانه باگ میخورم. دوستان عزیزم نزدیک به 43 تا پیوی برای من اومد و هنگ میکنه گوشی. اگه تو پیوی من پیام بدید با این طیف گسترده من قطع خواهم شد و ممکنه حتی گفتگو بپره. یه خواهشی که دارم بذارید پیام ها رو برای بعد از گفتگو. حجم خیلی بالا به یک باره که میاد به مشکل میخوریم. اما ببینید الزاما این نیست که جمهوری آذربایجان رفته سراغ قره باغ ما باید ورود کنیم. ببینید دو تا مسئله هست، ما با چند تا نکته رو بریم. اول اینکه ببینید مثلا اوکراین وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، من کاری به سیاست غلط آقای زلنسکی ندارم. آقای زلنسکی سیاست مشخصی داشت.
همکاری با غرب، تسلیح شدن و مقابله با روسیه. یعنی بنا رو گذاشت شد برای جنگ که کریمه رو هم حتی پس بگیره. حالا این اشتباه بود یا درست یه طرف ماجراست. شما با یک کشوری روبرو بودید که سیاستش مشخص بود. ما در رابطه با ارمنستان هم 2020 هم 2023 مشکلی به نام آقای پاشینیان رو داریم. یعنی شما یه زمانی تصور کن روسیه رفته به اوکراین ولی زلنسکی حاضر نیست از ناتو کمک بگیره. ناتو میگه من حاضرم کمکت کنم ولی زلنسکی میگه نمیخوام. من وارد بازی اشتباه آقای زلنسکی نمیشم که اصلا بعد میانه بازی میکرد. من میخوام بگم که مشخصا آقای زلنسکی بنا رو گذاشته برای جنگ با روسیه. حالا این معتقده که تواناییشو داره. ما با آقای پاشینیانی روبرو هستیم که از ظرفیت‌های پیش رو یک به یک استفاده نکرد. من اون ظرفیت‌ها رو بگم بعد بگم حالا وضعیت ایران به چه شکله. ببینید تو اون جنگ دهه 90 فروپاشی شوروی و استقلال این کشورها، جنگی که شکل گرفت و ارمنستان نقاط قره باغ رو گرفت، خیلی از این نقاط برای جمهوری آذربایجان بود. 4 تا بیانیه تو شورای امنیت اومد که اون نقاط رو اشغال شده میدونه. اما مسئله چیه؟ یک زمانی ما تو دریای کاسپیان یک شکلی با شوروی داشتیم، بعد از فروپاشی شکلش تغییر کرد. حتما هنوز هیچ توافقی نشده، یعنی ایران توافقی که بین اون کشورها شده رو قبول نداره. که مسئله اینه که ارمنستان با توجه به اون بیانیه شورای امنیت محکوم بود اونجا اشغال شده محاسبه میشد. خود مختاری مثلا آرتساخ و اینا هیچ کشوری نمیپذیرفت. اما یک سری ظرفیت ها براش ایجاد شد که میتونست از اونها استفاده مطلوب کنه برای اینکه بخش عمده از این نقاط رو حفظ کنه. توی قره باغ کوهستانی آقای پوتین چی گفت؟ یه اشاره خیلی عجیبی کرد. گفت آقای پاشینیان خودش اینا رو داده رفته. آقای پاشینیان تو نشست بروکسل این کل قره باغ شوهر داده. من پاشم بیام کجا؟ به این سال 2021 یا عقب‌تر بریم. توی 2020 آقای پوتین گفت به پاشینیان پیشنهاد دادم تا جنگ متوقف کنیم، بر اساس اون شهر شوشی و بیشتر آرتساخ و تحت کنترل ارمنستان بذاریم بمونه. خب آقای پاشینیان می اومد اون موقع که جمهوری آذربایجان هم همراه بود، توافق شده بود دیگه، اونا هم راضی بودن. یا شما نگاه کنید توی 2009 تا 2013 تو اون مقطع آمریکا و فرانسه با فدراسیون روسیه اومدن اعلام کردن که بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم آرتساخ اون نقطه رو باید یک نقطه خاص بنامیم. یعنی بریم به سمت این که چون مردم اونجا ارمنی آذری هستن بهشون حق رسمیت آیندهشون رو بدیم که بیان اینا تعیین سرنوشتشون رو بدیم، بیان اونجا فقط در واقع خودمختار بمونن یا جزئی از ارمنستان بشن. این فرصت‌هایی بود. شما نگاه کنید ژانویه 2021 آقای پوپوف رئیس مشترک روسیه است تو گروه مینسک، میاد تو وبسایت رسمی وزارت خارجه روسیه این مطلب قرار میده که ما میخوایم استقلال آرتساخ رو به صورت رسمی بدون هیچ محدودیتی توی که همه پرسی نهایی کنیم. بعد شما نگاه کنید توی همون نوامبر 2020 سنای فرانسه اومد یه طرحی رو داد، گفت تصمیم داریم که استقلال آرتساخ رو به رسمیت بشناسیم. اینا فرصت‌هایی بود که آقای پاشینیان عمدن از دست داده. یا مثلا نگاه میکنید بیانیه 2021 رؤسای مشترک سازمان امنیت و همکاری اروپا را که میگن حل و فصل آرتساخ باید بر اساس اصول اساسی اجرا شود. خود آقای پوتین توی 2023 چند وقت پیش مستقیم تو ولادیوستوک مطرح کرد، گفت 10-15 سال گذشته
فدراسیون روسیه گزینه‌ای رو ارائه کرده که بر اساس اون تمام قره باغ و مناطق لاچین و کلابجار تحت کنترل ارمنستان باقی بمونه. آقای پاشینیان اومده همکاری کرده؟ نه. ما امروز با 2 تا مسئله روبرویم. یک، قره باغ میتونست بخشایش در اختیار ارمنستان قرار بگیره مثل آرتساخ و گذرگاه لاچین تا کلابجار. آقای پاشینیان نیومده. آقای اردوغان امروز یه نکته‌ای گفت ارمنستان فرصت‌های گفتگوی بسیاری از دست داده. راست میگه. آقای پاشینیان نیومده. ما امروز با قره باغی رو برسیم که بخشایی از این سرزمین در واقع مناقشه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شورای امنیت برای جمهوری آذربایجان دیده شده و اشغال شده هست. یعنی جمهوری آذربایجان امروز رفته برای اون نقاط. اما مسئله اینجاست که ما میدونیم که اون نقاط حتی اگه خاک آذربایجان و حقش باشه یا نباشه، امروز پلن اول اونها اشغال این نقاط یا بازپسگیری این نقاط، پلن بیشون زنگزوره. نکته اساسی این هستش که ما وارد قره باغ بشیم یا صبر کنیم بیان تو سیونیک. مسئله دوم، ارمنستان چیکار میکنه؟ ما طرف سومیم. مسئله چهارم، روسیه چیکار میکنه؟ مسئله پنجم هم طرفای غربی هست. اینا باید بررسی شه تا تصمیم ایران رو ما بتونیم واکاوی کنیم. خب آقای اردوغان امروز تو سازمان ملل اشاره کرد که کریدور زنگزور باید ایجاد بشه. خب این که چیز جدیدی نیست. هیچ چیز جدیدی نیست. آقای الهام علیوف گفت ما معتقدیم ارمنستان باید جزوی از خاک ما باشه، اونجا آذربایجان غربیه. خب این هم چیز جدیدی نیست. وقتی برند و شفر 24 ساعت اونجاست، خب این خانم که کلا دنبال طرح تجزیه ایرانه. ما آشناییم با این موضوع. اما نکته بحث و مسئله اساسی این هستش که مثل گذشته دارم اشاره میکنم، اونها اگر بخوام بیان وارد زنگزور بشن ما روبروی نظامی خواهیم داشت. بنا رو گذاشتن رو این که بیان صحبتش رو هم میکنن، اما نیومدن. حالا ما فرض رو بر این بگیریم که چون اینا نیومدن قصد ندارن بیان. خب ما توی شرایط کنونی به این وضعیتی که در نقطه جغرافیایی درگیری میبینیم، مسئله اینه که آذربایجان داره تمامیت قره باغ رو میگیره. عملا آقای پاشینیان هیچ مقاومتی نخواهد کرد. اونجا هم نهایتا مقاومت‌های مردمی شکل خواهد گرفت. خب مقاومت‌های مردمی یه مسئله‌ای داره، آیا تسلیحن، آیا آموزش دیدن، آیا تجهیزن، آیا پشتیبانی هوایی دارن، آیا توپخانه دارن، آیا امکان تحمل در محاصره رو دارن، مثل اتفاقی که در نوال الزهرا افتاد و کفریا. اونجا یه مقاومت 3-4 ساله بود، ببخشید چند ماهه بود. خیلی اونجا شرایطش متفاوت بود. محاصره سنگینی بود که توی داعشیا و فکر کنم تحریر الشام بود، هر دو جبهه میانه‌ای بود که در واقع نقطه میانی بود بین این دو جبهه. اونجا شرایطی داشت. آیا این نقاط محور مقاومت داره؟ آماده شده؟ اینها رو تو روزهای آینده میفهمیم. اما مسئله اینه که اونها قره باغ رو میگیرن، بلندی های اونجا رو به دست میارن و بعد میان سراغ سیونیک. این رو ما میدونیم. ما باید آماده درگیری باشیم. تقریبا داره همه پلن ها برای درگیری چیده میشه، اما نمیتونیم بگیم که ایران منفعل بوده. نمیتونیم بگیم ایران منفعل بوده، چون جایی که این الان دارن درگیر میشن هم روسیه میتونست ورود کنه هم ایران، منتها به شرطی که مثلا آقای پاشینیان نزدیک این دو کشور بازی میکرد. بازی نکرده که و رو نقاط مورد مناقشه درگیری هست که از سوی شورای امنیت اشغال شده معرفی شده
و حتی آقای پاشینیان این امکان رو داشته که اون نقاط ارمنی آذری نشین رو مثل آرتساخ، مثل کلبجار و اتصالش از لاچین به ارمنستان رو تو مذاکره به دست بیاره، چون نقاط بالاخره باید برمیگشت دیگه. خیلی از این نقاط باید جمهوری آذربایجانه. تو اون جنگ اینا گرفتن. حداقل فضای بین الملل که نپذیرفته که کریمر هم روسیه گرفته، بین الملل می نپذیرفته بود. مسئله اساسی اینه که ما توی بحث قره باغ برای ورودمون وقتی آقای پاشینیان خودش ورود نمیکنه نمیتونیم وارد بشیم، محکوم میشیم. این نکته اول. اما آیا اونجا یک شکلی از محور مقاومتی گرفته؟ این رو روزهای آینده خواهیم فهمید. بحث بعدی این هستش که چه باید بکنیم. ما باید آماده درگیری باشیم. اون چیزی که داره نشون میده اینه که عزم و ارادهشو دارن، اما عزم و اراده اونها یک نکته ویژه داره. اون نکته ویژه چیه؟ میدونیم که اونها یه کارت بازی نیاز دارن. اونها به این سادگی نمیتونن بیان وارد درگیری بشن، کار مشکلیه. حتی اگه پاشینیان زنگ زور رو توافق کنه ایران اجازه نخواهد داد. اون نقطه در واقع کارت بازی چی میتونه باشه؟ میدونیم که این تجزیه طلبهای کرد از مرز ما دور شدن، حداقل فعلا توی بحث مرز اقلیم نمیتونن ورود کنن. من داشتم نگاه میکردم چه جریان هایی میتونن کمک کنن که یک محور دیگه باز شه، حداقل در داخل که الحمدلله کنترل شده است، تلاش کنن برن به سمت بی امنی و آشوب. این موضوع غیر ممکن شده. مردم الهی شکر همراهی نکردن و بخشی از جامعه هم همراه نشد که تفکرات همراه با نظام رو نداره و مقابل با نظام تفکیک، اونها هم همراهی نکردن خدا رو شکر. اما مسئله اینجاست که من بیشتر ذهنم روی افغانستان و جریان‌های شبکه داعش و خراسانه. خیلی باید مراقب اونا باشیم که آمریکایی‌ها اونها رو سوق ندن به سمت مرزهای ما. و مسئله بعدی این هستش که ما درگیر خواهیم شد با این شرایطی که داره به وجود میاد. ببینید حضور آقای شویگو وزیر دفاع روسیه در ایران و در بالاترین سطحی که با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر باقری داشت چند تا مسئله کلیدی به من داد. مسئله اول، تو بیانیه وزارت دفاع روسیه هم که اومد اشاره کرد که ایران و روسیه تو بحث قفقاز کاملا منافع مشترک دارن و الان شریک راهبردی‌اند. مسئله دوم، برای اولین بار اشاره مستقیم در رسانه ملی صورت گرفت در رابطه با یاک 130 و جنگیدن آموزشی برای سوخو 35 و 57. مسئله بعدی چی بود؟ این خیلی برای من حائز اهمیت بود. صحبت که سرلشکر باقری کردن، فرمودن که رهبر ایران موافق هستن که ایران با روسیه شراکت راهبردی گسترده در طولانی مدت داشته باشه و صلاح کشور در این هست. یعنی اون دیدگاهی که کارشناسان معتقد بودن هیچ کشوری با هیچ کشوری توی مقطع شراکت راهبردی نداره، ایران و روسیه وارد شراکت راهبردی شدن. وقتی شما وارد شراکت راهبردی میشید از بعد ژئوپلیتیک، ببینید روس‌ها همیشه در قفقاز خانه اونجا حیات خلوتشون بوده، آسیای میانه به همین شکل. امروز روسیه تو محور اروپا کاملا درگیره، اصلا امکان اشتباه نداره. وقتی با تو وارد شراکت راهبردی میشه، وقتی با کره شمالی در اون سطح گسترده وارد توافقات میشه، من یه بار توی اینستاگرام یه بخشی از صحبتامو گذاشتم، گفتم روس‌ها باید به ما پوان بدن، غلط کردن اگه ندن، فقط ما موندیم. این حرف من خیلی جدی بود. شما وقتی توی یک فرایند بازی بزرگ وارد یک درگیری گسترده با اروپا و آمریکا و ناتو میشی، نیاز به دوستان راهبردی داری، دوستانی که شراکت راهبردی با تو دارن. تو شراکت راهبردی شما باید پوان بدی، پوان بگیری.
تو شراکت راهبردی شما باید تو مسئله قفقاز سهم شریکتون مشخص کنی. شما باید از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیت نسبت به شریکت اشتراکاتی به کشوری که شریک راهبرد هست بدی. تو بحث‌های نظامی بعد بیای سرمایه گذاری رو آهنگ کنی. خیلی هم مسائل کلانی رو در بر میگیره. وقتی سرلشکر باقری میگه رهبر جمهوری اسلامی معتقد ما باید با روسیه کار کنیم، شریک راهبردی باشیم و دراز مدت برنامه‌ریزی کنیم، یعنی در خیلی از حوزه‌ها که رسانه‌ای نمیشه. یکی از اون حوزه‌ها قفقازه. مسئله چیه؟ امروز ایران و روسیه کاملا در قفقاز منافع مشترک تعریف شده بین خودشون هست، بر اساس صحبتی که ایران و روسیه در یک شراکت راهبردی گسترده دراز مدت هستن. خب اینجا دست ما برای درگیری بازه. ما اگر بخوایم درگیر بشیم باید توی بحث قره باغ درگیر شیم یا سیونیک. من معتقدم چند تا بازی دیگه هم بعد اتفاق بیفته. یک، داخل ارمنستان باید ببینیم چه تحولاتی رخ میده، چون دو تا مسئله رقم خورده. یک، شعارها بر علیه پاشینیان، شعارها بر علیه پوتین. یعنی اونا معتقدن که روسیه دور زدشون، دستگاه رسانه غرب اونجا داره کامل پمپاژ میکنه. در حالی آقای پوتین گفت این آقای پاشینیان تو بروکسل همه جا شعار داده. ما هرچی اشاره کردیم که ما میتونیم بخش آرساخ و خانکنده لاچین و کلبجار رو اینها رو برای شما حفظ کنیم برای اتصال به ارمنستان. خب اینا که نیومد آقای پاشینیان اینورم که همه رو داده رفته. الان یک فضای ملی گرایی شکل گرفته که اپوزیسیون زبان در واقع ملی گرایی رو دنبال میکنه و ممکنه بتونه تحولات داخلی ارمنستان رو تغییر بده. یه نکته بعدی این هستش که بعد از بحث قره باغ اونها به سرعت وارد در بحث سیونیک میشن یا 5 ماه 6 ماه 7 ماه زمان خواهد بود که من معتقدم به سرعت این کارو خواهند کرد. پس اگر قرار به درگیری باشه باید صبر کنیم بیان تو سیونیک، چون توی بخش قره باغ وارد چی باید لحاظ حقوق بین الملل به مشکل میکنیم، ولی تو سیونیک میتونیم ورود انجام بدیم. و نکته بعدی این هستش که آیا ترکیه قرار هست در این درگیری ورود کنه یا قرار هست در لباس جمهوری آذربایجان مثل اون کاری که در اوکراین انجام میدن، نیروهای ناتو لباس رزم اوکراین میپوشن و به عنوان نیرو اوکراینی کار میکنن. قرار است ترکیه نیروهای نظامی باکو رو در تن نیروهای نظامیش کنه بفرسته تو اون نقطه، یا قرار است با ما روبرو نظامی کنه؟ اینها برآوردها رو متفاوت میکنه. من معتقدم ترکیه به هیچ عنوان مستقیما با ما درگیر نخواهد شد. میدونه چه اتفاق بعدی میتونه برای اونها بیفته. حتما ما هم آسیب‌هایی رو خواهیم دید، ولی اتفاقات سنگینی برای اونها رخ میده. پس احتمالاً ما با گسیل تسلیحات بروز، افزایش ذخیره تسلیحاتی جمهوری آذربایجان و شکل بالایی از گسیل نیروها در بخش جمهوری آذربایجان روبرو خواهیم بود و اونا تلاش میکنن که در کوتاه‌ترین زمان این نقاط رو به دست بیارن. اگر در کوتاه‌ترین مدت بیان تو بخش سیونیک، ما اونجا پاسخ خواهیم داد. حتما اونجا پاسخ خواهیم داد. تو بخش قره باغ کار سخت شد چون آقای پاشینیان پذیرفته اونجا رو. خود آقای پاشینیان ورود نکرد. ممکن بود آقای پاشینیان ورود کنه، این به جمهوری باکو چند تا تیر و ترقه سمت ارمنستان بزنه، این یک بهانه‌ای برای ورود و درگیری کشور ثالث باشه. این اتفاق نیفتاد و ایران و روسیه اینو میدونن که ارمنستان و شخص آقای پاشینیان کاملا داره بازی غربی میکنه. خب اینجا شرایط متفاوته، یه مقدار تیزهوشی بیشتر میطلبه و در نهایت باید بپذیریم که قره باغ از دست ارمنستان خارج خواهد شد، به جمهوری آذربایجان خواهد رسید و ما همچنان باید در بخش سیونیک اینها رو مهار کنیم. من فکر می‌کنم ما اونجا ورود پیدا کنیم. اما مسئله اینجاست که سرعت فتح قره باغ تا وارد شدن به بحث سیونیک چقدره؟ 6 ماه دیگه، از 2 هفته دیگه. این چیزی که از حجم نیرو، حجم تسلیحات و شکلی که در
حداقل یک ماه و نیم گذشته تا به امروز همینطور هم افزایش پیدا کرده در تحولات نظامی لوجستیکی در جمهوری آذربایجان. به من میگه که این اتفاق سریعتر خواهد افتاد، اما این دلیل بر انفعال ایران نیست به هیچ عنوان. اصلا انفعال اتفاق نیفتاده. ببینید زنگزور باید ایجاد بشه. ارمنستان برای ماه، 4 استان آذری ایران مال ماه. خیلی از این مال ماها گفته شده، باید در عمل انجام بشه، باید در عمل اتفاق بیفته. این چیزی که در میدان داره رقم میخوره اینه که ایران یک خط قرمزی رو از رهبرش تا رئیس جمهورش تا وزیر خارجه است تا تقریبا تمام نظامیون رد بالاش اشاره کردن و این خط قرمز تغییر ژئوپلیتیک منطقه است. تا امروز هم وایسادن پاش، تا امروز هم تغییر ایجاد نشده. باید بیان یه قدم داخل خاک ارمنستان که گوششون رو بگیریم. نیومدن. ما حتی تو بحث قره باغ، چرا ما خود روس‌ها میتونستن به ارمنستانی ها کمک کنن، نخواست آقای پاشینیان نخواسته. مثل کسی مونه که داره ورشکست میشه، از نزدیکان تو هست، تو میری بهش میگی فلانی داری ورشکست میشه، بیا بگو بدهیات چیه من کمکش کنم یه بخششو بدم. میگه نمیخوام. دیگه نمیخواد دیگه چیکارش کنم؟ وقتی نمیخواد اونجا کار سخت میشه. من همچنان معتقدم ما به هیچ عنوان منفعل نیستیم. با توجه به این هوش عجیبی که تو بخش نظامی داریم، ببینید تاریخی که تعیین شد برای این بی‌شرفای بی‌وطن بی پدر مادر تجزیه طلب کرد که گورشون هم مرزهای ما گم کنن، کاملا نشون میده که اسم رمز تهاجم باکو به قره باغ مهسا بوده، سالگرد مهسا بوده. این نگه داشتن دقیقا تو چه تاریخی اینو انجام دادن، تو چه تاریخی. اینا یه ماه پیش شروع کردن نیروهای امنیتی نظامی ما رو میزدن. ما روزی نبود یه شهید نداشته باشیم تو مرزها و فکر میکردن با زدنش و زدن نیروهای امنیتیمون عصبی خواهند کرد اینها رو و میتونن داخل رو به هم بزنن، اما نشده دیگه. خیلی برنامه اینا نشده و هوشمندانه بازی کردیم. اما فراموش نکنید یه چیزی هستش که خیلی عذاب آوره، ولی در عین عذاب آور بودنش خیلی درسته. سیاست های غیر رسانه ایرانه. ما یه دونه سوخو 35 و 1000 مدل شنیدیم. یکی گفت خریده، یکی گفت نخریده، یکی گفت میاد، یکی گفت نمیاد، کی میاد کی نمیاد. ایران تمام بازیش غیر رسانه‌ایه. شما در فرانسویا بشنوید که ایران تو نیجر بوده، سردار قانی تو بورکینافاسو بوده. شما بعد از نتانیاهو بشنوید که ایران همه جای آفریقا هست. این مسئله اساسی اینه که ما یه تجربه گرانقدر داریم و یک سیستم بسیار فوق‌العاده در بحث سازماندهی نیرو، فرسایشی کردن جنگ، زماندار کردن جنگ، افزایش هزینه به طرف مقابل و گرفتار کردن شد باطلاق. ما به این بهترین شکل کار کردیم، تسلیح کردن، تشکیلاتی کردن، قابلیت‌های نیروها رو به شدت افزایش دادن. ما چه توی سریلانکا، چه توی آفریقا، چه توی شامات بهترین شکل انجامش دادیم. پس ما حواسمون جمعه. یه شبه که نبوده، ما حداقل 2 دهه کار کردیم اونجا که امروز تونستیم به ثمر بنشونیم. توی مالی، توی بورکینافاسو، من یادم از 2 سال پیش تحلیل آفریقا رو دادم. خیلی ها، همین امروز یکی از دوستان خیلی هم به من، یکی از همین عزیزان هموطن به من تو پیوی پیام داد، خیلی هم ارادتشون نسبت به من نشون داده بود، بزرگواریشو میرسونه. آقای ندیم من معتقدم شما خیلی خوش خیالی، رویاهاتو میگی، حالا من ملیگرایی تو دوست دارم، میهم پرستی رو دوست دارم، اما ما توی اونجا منفعلیم. براش نوشتم دوست عزیز، ما توی قفقاز کجا منفعل عمل کردیم؟ خط قرمزای ما چی بوده؟
من هر روزی که یادمه جمهوری اسلامی ایران قره باغ رو جزو خاک جمهوری آذربایجان میدونسته، مال الان نیست. و از روزی که یادمه بعد از 2020 گفتیم ما نمیذاریم اون تغییر ژئوپلیتیک اتفاق بیفته و اتفاق هم نیفتاده. کجا ما منفعل بودیم؟ خب بعد بیاد که انجامش بده، با 4 تا زنگزور مال ماست، ارمنستان مال ماست، تبریز مال ماست، که مال اونا نمیشه که. بعد بیاد، اما نشستیم که اونم پتانسیلش رو تقویت کنه. ببینید این شراکت راهبردی گسترده‌ای که بین ایران و روسیه است. آقای شویگو پا شد اومد اینجا در تو قفقاز این مسئله رو در نظر بگیرید. توی یه اتفاقی افتاد تو سفری که کیم جونگ اون رفت توی روسیه، آقای لاوروف یه مسئله ای رو گفت که چیزی به اسم تحریم وجود نداره. نه روسیه نه چین با هیچ گونه تحریم غرب نسبت به کره شمالی همراهی نخواهند کرد. نسبت به ایران هم همینه، نسبت به شرکاش هم همینه. اونا نیاز به شرکای وفادار مستقل دارن. عربستان که شریک راهبردی اینا نیست. خیلی هم میگن عربستان پول داره، چین میره با عربستان میبنده، فردا چین وارد جنگ بشه عربستان بهش پهپاد میده، یا هند میخواد بده یا امارات میخواد بده، کویت بده. ایران میده، کره شمالی میده تسلیحات رو. اون کشوری میده که مستقل از غرب و شرق، مثل مصر نیست که 2 تا کشتی میخواست گلوله بده لو رفت سری همه چیز از زیرش، خرید سخوها هم بیخیال شد. این تفاوت داره. ما اینو درک کنیم، بعد این رو درک کنیم. نسبت به وضعیت قفقاز اگر ایران و روسیه در یک نقطه ایستاده باشن، هیچ قدرت جهانی نمیتونه ژئوپلیتیک اینجا تغییر بده. و مسئله اینه اگر اونها وارد درگیری بشن ایران درگیر خواهد شد و این بار دیگه درگیر بشیم قصه متفاوته. اون وقت ما در قفقاز با روسا توافق کردیم که شکل آیندهش به چه شکلیه، سهم ما چی. حتما این اتفاق میفته، چون ما با کشوری روبرو هستیم که تقلبیه، کشور واقعی نیست، مهره غرب، بی اختیار آقای علیوف سیاست‌های غربی رو داره بازی میکنه، کاملا حرف گوش نکنه، کاملا درک درستی نداره، عملا درکی هم داشته باشه اختیاری نداره. و اینجا جایی نیستش که غربی ها بخوام بیان، حیات خلوته. اینجا جایی نیست که بخوام بیان، اون هم تو شکل جدید جهانی که ایران، روسیه، چین این قدرت های تاثیرگذارن تو ژئوپلیتیک. تو بغل گوش خودشون تو بخوای بیای، این تیرای ترکش آخر غربی هاست. ایران هم به خوبی پاسخ خواهد داد. این نشانه این نیستش که ما منفعلیم. میدونم نگرانید و یه چیزی عذابتون میده، این که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران خیلی دوست دارید مثلا به طور مثال رئیس ستادکل بیاد بگه الهام علیوف یه قدم بیای جلوتر پاتو خورد میکنم، لذت بخش دیگه. ولی خب این عقلانی نیست، این دیپلماتیک نیست، این سیاسگری نیست، اصلا نیازی نیست. ما در میدان نشون خواهیم داد. کاملا میبینید ایران بی تفاوت نیست. از ثانیه که اینا شروع کردن ما چه هیئت نظامیمون رفت اونجا تذکرات داده شد، چه پشتبندش هیئت نظامی روس ها رفتن اونجا، چه از دیدار آقای شویگو، آقای سرلشکر باقری، چه از در واقع حجم تسلیحاتی که به شمال غرب ما رفت. کاملا تو بحث قفقاز کاملا سوارن. فرمانده های ما بازدیدهای پشت سر هم. اصلا با یک آرامشی هر وقت صحبت کردم توی مرزها صلابت رو دیدید. نگران نباشید. و اون بحثی که اونها توی بحث روانی و رسانه‌ای تلاش میکنن خیلی رجز بخونن، با رویاهاشون نمیتونن اون نقاط رو به دست بیارن. بعد وارد درگیری بشن. ایران آماده است. ایران کاملا سوار، آماده است. و متاسفانه آقای پاشینیان گند زد. آقای پاشینیان سعی کرد ارمنستان روسیه سازی نشه، محل درگیری نیابتی نشه، ولی کافی بود به ایران و روسیه نزدیک بازی کنه. اون وقت هیچ قدرتی اصلا جرئت نمیکرد ورود کنه که بخواد اونجا سوریه بشه یا نشه.
اینه دیگه. وقتی من یه گلایه‌ای کنم از بخشی از مردم جامعه، این مردم ارمنستان تفکر غربی خیلی زیادی دارن. مردم اوکراین بخش گستردهشون تفکرات نزدیک به غرب دارن. در جامعه ایران همین اتفاق، نه امروز، در 2-3 قرن گذشته که توضیحات زیادی راجبش دادم، نظر خودم رو گفتم چه وضعیت دو ملتی کشوری ما داریم. ما این رو باید بفهمیم که حتی اگر نگاهمون نگاه به غرب هست و دموکراسی و مدرنیته و اون شکل از آزادی ها و اینا، باید این رو بفهمیم، درک کنیم که غرب در منطقه ما نیست جز تجزیه، جز ایجاد تنش و درگیری. و اون مؤلفه هایی که در غرب هست و جوامع ما بخشش اونو دوست دارن هیچگاه اینجا ایجاد نخواهد شد، امکان نداره. اگر ایجاد بشه ابزاری برای نفوذ و تسلط هست تا دوباره همون اتفاقا بیفته. و مردمی که هوشیار و آگاه نباشن، تاریخ ثابت کرده سرنوشتشون میشه اوکراین. یعنی آقای زلنسکی به اینجایی رسیده که از پس گرفتن کریمه حالا رسیده به اینجا که اگه به ما دیگه کمک نکنید جنگ جهانی سوم رقم میخوره بعد از افتادن اوکراین، کمک کنید. این وضعیت آقای زلنسکی نابود کرد اوکراین رو، نابود که کافی بود میانه بازی کنه، درخواست پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو رو نکنه، بالانس ایجاد کنه بین روسیه و اروپا، میانه باشه، همین. تازه اتفاقا بهره مندم میشد. من خیلی صحبت کردم. علیرضا جان شما امکان صحبت دارید؟ سلام استاد، خسته نباشید. سلام، شبت بخیر. صداتون رو داریم، اگر امکان صحبت دارید بشنوید. خسته نباشید استاد. من فقط یه 2 نکته میخواستم خدمتتون عرض کنم که به نظرتون این آمریکا اصلا اظهار نظر راجع به جنگ قره باغ نکرده، در صورتی که قبل این خیلی اشاره داشت که من تحریم میکنم و فلان. بعدش فکر نمیکنید که حضور نیروهای آمریکایی به بهونه حالا رزمایش با ارمنستان میتونه مانع جلوگیری فروپاشی چیز بشه، دولت پاشینیان؟ ببینید ما تو 2020 هم این اعتراضات رو در ارمنستان داشتیم، اگه یادتون باشه. بخشی از مردم جلوی محل نخست وزیری جمع شدن، جلوی پارلمان خواستن وارد شن، پلیس گاز اشک‌آور زد، اتفاق نیفتاد مگر اینکه بخواد فاز دیگه رقم بخوره. حالا ما بیایم یه فاز رو مشخص کنیم. در صورتی که آقای پاشینیان سقوط کنه چه اتفاقی میفته؟ الان تو این مقطع زمانی اگر آقای پاشینیان دولتش سقوط کنه و هرج و مرج بشه داخل ارمنستان، خب کشوری که هرج و مرج هست، دولتش سقوط کرده، دولت دیگه بیاد، آیا ارتش همراهی کنه یا نه؟ تهش این هستش که با اشغال قره باغ مخالفت کنن و یک ارتش چند پاره، یک دولت هنوز در ارمنستان به قدرت نرسیده منفعله و جامعه‌ای که کاملا ملتهبه بخواد تصمیم بگیره و در مقابل جمهوری آذربایجان بایسته، هیچ شانسی نخواهد داشت. نکته اینه که ارمنستان امروز آماده نیست، چه با پاشینیان چه بدون پاشینیان. و نکته اینه که ما اصلا به ارمنستان کاری نداریم، چه ارمنستان بیاد امضا کنه چه نکنه، چه موافقت کنه چه نکنه. کریدور زنگ زوری نباید ایجاد شه، باید خط قرمز ما بمونه. ما باید درک درستی از این موضوع داشته باشیم که آقا این نقطه خط قرمز ماه. ما نباید تحت هیچ پلنی و هیچ شرایطی امکان قطع مرزمون، حضور غربی ها در منطقه و ناتویزه کردن منطقه رو بدیم. این تعیین تکلیف ماه. حالا اونا باید بیان به این مسیر که ما
جلوشو بگیریم دیگه. این هم یه موضوعی که باید منتظر این قضیه باشیم. فقط نکته این هستش که ایران روسیه در بحث قفقاز کاملا هماهنگ و منافع مشترک تعریف کردن. شما باید بدونی هژمون اول این منطقه در آسیای میانه و قفقاز روسیه است. حالا روسیه درگیر قابلیت خودش که دست نده، نمیخواد تو محور دومی ورود کنه چون باید تمرکزش اون محور باشه. اما نکته اینجاست که با شما در یک شراکت راهبردی و منافع مشترک تعریف شده در قفقازه. شما توی این مسئله در بحث ورود به این درگیری موزلی به نام تضاد منافع با روسیه رو نداری. تنها نکته‌ای که میتونست دست ما رو ببنده و محدود کنه روسیه بود. یعنی روسیه که در جنگ اوکراین نیست، روسیه که در منافع مشترک و شراکت راهبردی با ما نیست، اونجا کار میپیچید. ولی ببخشید من رو دیدید که امروز لشکر باقری چی فرمودن. ما تو یک شرکت راهبردیم، داریم وارد توافقات دراز مدت گسترده میشیم و در بحث قفقاز هم کاملا منافع مشترک تعریف شده داریم. شما وقتی با هژمون اصلی این نقطه که روسیه هست منافع مشترک داری، حالا هر گونه ورود و درگیری دست تو کاملا بازه. برای هر تغییر و تحولی دست تو بازه. یعنی این که بعضی از عزیزان حالا نگران هستن یا دیدگاه دیگه دارن معتقدن ایران هیچ کاری نخواهد کرد، ایران منفعل، ایران کارش تمامه، من فکر میکنم اینکه ایران و روسیه تو بحث قفقاز منافع راهبردی مشترک تعریف کردن، تو شرکت راهبردی و برنامه‌های به دراز مدت گسترده هستن، نشون میده که ایران خیلی درست بازی کرد تو قفقاز. تو چه زمانی هم درست بازی کرد و اونا شانسشون کمه. یه حماقت رو شروع کردن، باید یک قمار بزرگه، ولی من درک میکنم که غرب چاره جز این قمارهای بزرگ نداره چون از دست داده. حالا باید تلاش کنه با درگیر کردن، پرتنش نگه داشتن و سد کردن این کریدورها بازی کنه یا ناتویزه کردن که خب کار سختیه دیگه، دستش خالیه. من میکروفونی که دیگه دوستان رو باز کردم، امیدوارم امکان صحبت داشته باشن. آقای دشتی هستن. آقای دشتی صدای من رو میشنوید؟ امکان صحبت دارید؟ خب من همچنان منتظر آقای دشتی هستم ببینم امکان صحبت پیدا میکنن. متاسفانه مجدد من فقط 20 نفر اول رو میبینم که نمیدونم چه تلگرام به این شکل شده. دوستانی که دست بلند کردن رو من توی صفحم ندارم. اجازه بدید با اکانت دیگه بیام بالا ببینم میتونم میکروفون رو باز کنم. به من لحظه اجازه بدید. خب من هم آقای خسروی هم آقای دشتی رو میکروفونشون رو فعال کردم. هر کدوم از عزیزان امکان صحبت دارم میکروفونشون رو باز کنم، من نکاتشون رو بشنوم. جناب خسروی صدای من رو دارید؟ جناب آقای دشتی صدای من رو دارید؟ جناب ندیدیم میتونم صحبت کنم؟ بله شنونده هستم، بفرمایید. جناب ندیدیم من حالا این مردم داخل به نظر من خیلی آگاه شدن و تو این حالا قائله مهسا فهمیدن و حالا بازی غرب نکردن. این من خیلی خوشحال کرد که آقا ما وارد درگیری تو چند محور خواهیم شد اگر داخل به هم میریخت. به نظر من شاید ارمنستان حالا بازی رو باخته و آذربایجان خیلی سریع اگر ما داخل به هم میریخت به نظر من سریع اصلا وارد سیونیک ارمنستان میشه. این نظر شخص بنده است. و اینکه حالا مردم خوشبختانه خیلی آگاه هستن و همه دارن رصد میکنن این قائله را و قائله به نظر من خطرناکترین قائله برای ایران و حالا نظام جمهوری اسلامی همین قائله حالا آذربایجان ارمنستان هست که این اگر این ما تو تنگنای ژئوپلیتیک قرار بگیریم و به نظر من دیگه
ما نمیتونیم اون بازی بزرگ تو دنیا چند قطبی که حالا قراره اتفاق بیفته و حالا استارتش با بریکس زده شده ما انجام بدیم اگه این کریدور زده بشه. و جناب ندیمی به نظر شما این بازی فریب نیست؟ من یه ذره سر این قضیه هم حالا شکاک شدم که بازی فریب باشه، بازی این حالا آذربایجان ارمنستان و ما جای دیگه شاید حالا رکب بخوریم. به نظر شما این میتونه باشه؟ من میکروفون آقای اسکا رو هم فعال کردم. فقط یه نکته اشاره کنم، احتمال میدم که توی عراق و سوریه هم ترکیه محورهای فشار ایجاد کنه، باز کنه. دیدم که فرودگاه سلیمانیه رو فکر میکنم مورد هدف قرار داده بود، عراقی‌ها به شدت اعتراض کردن، سفیرشون رو خواستن. هنوز هم آقای اردوغان حاضر نشده با طرحی هم که ایران داده برای خروج نیروهای ترکیه و تضمین مرز ترکیه با ضمانت ایران روسیه خارج بشه. این مسئله هستش که وجود داره. بله میتونه محورهای دیگه باز شه، ولی هر محوری باز بشه فکر میکنم به ضرر اونهاست. گسترده شدن و باز شدن محور فشار رو ترکیه رو افزایش میده. ولی ترکیه آیا حاضر میشه به این روبرویی بپیونده یا تمایل داره به صورت نیابتی در قفقاز بمونه، در جمهوری آذربایجان بمونه؟ من میکروفون یکی از دوستان باز صدا میاد، فکر کنم آقای اسکا صدای من رو دارید؟ جانم بفرمایید. سلام علیکم آقا کریمی هستم، سعید هستم، از تورنتو زنگ میزنم. من تماس میگیرم. من متاسفانه چیز شما رو من دست دادم، آیدی شما رو نتونستم تماس بگیرم. من راجع به این قضیه نظری ندارم به خاطر اینکه این طرف دنیا تو تورنتو نمیتونم نظر بدم، ولی من یه پیشنهاد داشتم. این افتادگی که شما دارین آقای ندیمی، شما چون این جمع مثلا آقای زهره‌وند، آقای تحریریه، آقای دوستان رو چیز نمی‌کنین، عامل نمیشه جمع داشته باشیم، به قول انگلیسی‌ها اتاق فکر چی میگن بهش، فکر انبار داشته باشین. بعد این مرد یه مجمع جامع و سالید داشته باشین که بتونن مردم از نظرات خوب شما به عنوان گروهی استفاده بکنن. به نظر من اینو اگه پیش قدم بشین خیلی کمک میکنه. یه نکته من اشاره کنم در ارتباط به این موضوع، چون قبلا هم خیلی از دوستان به من اشاره کردن در ارتباط برنامه سازان دیگه، کارشناسان، تحلیلگران دیگه. ببینید من خودم شخصا فکر کنم تنها کارشناسی که هستش باهاشون کار میکنم تو حوزه اقتصاد خانم دکتر فتوریچی هست. به هیچ عنوان رویکرد حزبی نداره. این نکته اول. من اون چیزی رو که برام خط قرمز هست رویکرد حزبی. شاید خیلی بگن شما به اصلاح طلبها حمله میکنی، تفکرات اصولگرایی داری، اصلا اینطور نیست. من کاملا موافقم کنم آقای ندیمی، من کاملا با شما موافقم، ولی آدمایی که من مثلا آقای زهره‌وند کاملا یه انسان ملیگراست و اصلا خط فکری نداره. آقای بهرامی اینا خط فکری ندارن. به نظر من اینا رو شما باعث بانی بشی، عامل خیر بشی با این افتادگی که شما میبینیم ما اینقدر چیز هستین، دغدغه کشور دارین، اینا رو دور هم جمع بکنین، یه برنامه‌های گروهی بذارین، خیلی میتونه کمک بشه. یعنی هر کسی، شما تو مسائل استراتژیک تخصص دارین، ایشون تو مسائل افغانستان، یکی تو مسائل اقتصادی، خانم فتوریچی تو مسائل اقتصاد بزرگ، اینا رو جمع کنم. من فقط یه نکته بگم، جناب آقای زهره‌وند کارشناس نیستن، تحلیلگر نیستن. ایشون سفیر سابق ما توی افغانستان و ایتالیا بودن. انسان فوق‌العاده باهوشی هستن و کاربلد و دسترسی هایی به اطلاعات دارن و توی اون سطحی که بخوان بیان مثلا با ما توی یک مجموعه قرار بگیرن نیستن. لطفی میکنن، میان برای مخاطب صحبت میکنن. بله من یه نکته بگم، تحلیل که ارائه میدن بی‌نظیره، یعنی مولا درزش نمیره، تحلیلاشون کاملا منطقی و درسته راجع به مسائل. حالا واسه به حال نمیدونم تخصص منظورتون چیه، ولی در تقدیر من گفتم مزاحم وقتتون نشه. من گفتم که من این به نظرم یه دغدغه مردمی که بتونه تو این همه دارن تک کار میکنن، قدرت تو جمعه. اگه جمعی کار بکنین خیلی شاید موثرتر باشی. در اصل خیلی ممنون که شما
سلامت باشید. ما تحلیلگرایی هستیم که دیدگاه‌های متفاوتی داریم. این دیدگاه‌های متفاوت باید از سوی مسئولین امر شنیده بشه و در برآوردهاشون نکاتی که فکر کنن مفیدن لحاظ کنن و اختلاف دیدگاه ما این امکان رو نخواهد داد. این نکته اساسیه. مهم این هستش که صداهای مختلف در مورد مسائل مختلف بدون حب و بغض. حالا ممکنه مثلا این کارشناسان عزیز یه جور دیگه مسئله رو ببینن، من جور دیگه. مهم اینه که با عینک‌های مختلف دیده شه، گفته شه، مسئولین امر هم بشنون، اگه نکته خاصی توش بود که اونا ندیده بودن ازش استفاده کنن. این موضوعی هستش که باید لحاظ کنیم و فکر کنم داریم این مسیر رو درست میریم. ولی من چون بعضی از دوستان برنامه ساز تو مسائل داخلی هم ورود میکنن، من ورود نمیکنم. من معتقدم بیشتر نوک چیز شما تمرکز شما روی مردم عامه تا مسئولین، چون مسئولین رو هم چیز مشاوره خودشون دارن، هم که میتونن پیام‌ها رو احتیاج نداره عمومی از رادیو تلویزیون و تلگرام و اینجا بگیرن. اونا میتونن چیز داشته باشن. ایناش به عنوان جامعه بزرگ رو بخوایم ما چیز بکنیم، توی سطحی قرار بدیم، بیاریم به آگاهیشون ببریم بالا. نیت شما اینه، من چیزم اینه و این کمک میکنه. میگم اگه من خودم شخصا تحلیل آقای زهروند که گوش کردم، واقعا من تا به حال نکته اشتباهی تو تحلیل ایشون در مورد مسائل که حالا افغانستان و برجام بوده یا مثلا چیز آمریکا بوده، برخورد آمریکا بوده، تا به حال کمتر مثل خودتون من کمتر بتونم از شما مثلا بگم این نکته اشتباه، چون من بیشتر منبع خبرم منابع خبر خارجیه، بعد مقایسه میکنم میبینم نه نقطه نظر درست. در تقدیر خیلی ممنون آقای نقدی، خیلی خوشحال شدم. ببخشید ما ارتباط شخصی از دست دادیم، نتونستیم با شما تماس بگیریم، ولی ما سر قرمون سر اون قرار هنوز هستیم. اگه مخواستید عزیز هستید و بزرگوار و زهروندم نعمتی هستن برای کشور عزیزمون. خدا حفظشون کنه. همین که یک مسئولی داریم که تجربه سفیری داره در نقاط خاص و پیچیده و میاد برای مردم با زبانی ساده صحبت میکنه، حاضر میشه بیاد جلوی دوربین بشینه. خیلی ها نمیان صحبت کنن. خب اینا دسترسی‌های اطلاعاتی هم دارن، بعد مراقبت کنن نکته خاصی درز نکنه، گفته نشه. فقط یه نکته من اشاره کنم از صحبت‌های این استاد عزیز در تو سه ستونه بودن ایران، چین و روسیه که هر سه کشور باید وارد پیمان‌های گسترده نظامی و امنیتی بشن. من فکر اتفاق افتاده، فقط رسانه‌ای نمیشه. اما یکی از دوستان دیگر رو هم من میکروفونشون رو باز کردم، اگر صدای من رو میشنون و امکان صحبت دارن خوشحال میشم صداشون رو بشنوم، چون اسم نداشتن. من عرض ادب دارم، اگر صدای من رو دارید میکروفون رو باز کنید میشنویم شما رو. خب نمیدونم دوستان دیگه هم که میخوان صحبت کنن، من نمیدونم چرا وقتی دست بلند میکنن من نمیبینم. اجازه بدید من با مجدد با اکانت دیگه بیام، دوستانی که امکان صحبت دارن دست بلند کردن رو بتونم ببینم و میکروفونشون رو باز کنم. متاسفانه نتونستم مشکل رو حل کنم. من فقط 10-15 نفر اولی که در لیستم هستن رو میبینم و نمیدونم این مشکل چرا تو تلگرام ایجاد شده. من کسانی که الان بیش از 900 نفر در گفتگو هستن و من بعد بتونم صفحه رو بیارم از بالا به پایین و دوستان رو رصد کنم، میکروفونشون رو باز کنم، اما فقط 20 نفر رو نشون میده و این 20 نفر جزو کسانی هستن که دست بلند نکردم و این مشکل رو جدیداً باش روبرو شدم. اینم داره اذیت میکنه. اجازه بدید گفتگو رو ببندیم. من این گفتگو رو سریعا بارگذاری میکنم براتون، امیدوارم مفید بوده باشه. باز من این رو هم بگم، تحولات رو یک به یک دارم دنبال میکنم، هر جا اتفاقی بیفته سریعا گفتگو میذارم و با هم راجبش صحبت میکنیم. ساعت 1:30 شب شما هم استراحت کنید. امیدوارم که روزهای آینده اتفاقات خوب برای کشورمون رقم بخوره. فقط به نیروهای نظامی امنیتیمون و به رهبرمون اعتماد داشته باشید، اجازه ندید این
فضای ناامیدی در جامعه شکل بگیره، به قدرتشون، تفکرشون، هوششون ایمان داشته باشید. و من یکی از عزیزان رو دیدم که دست بلند کرد و نشون داد، آقای دانش. امیدوار هستم صداشون رو داشته باشیم، حداقل بتونیم با این دوست عزیزمون گفتگو کنیم، شرمنده نشیم قبل از پایان برنامه. آقای دانش سلام، میکروفون شما قابلیت صحبت داره اگر باز کنید. آقای دانش صدای من رو دارید؟ اگر میکروفونتون رو باز کنید صدای شما رو میشنویم، چون میکروفون شما بسته هست. خب مثل اینکه امکان گفتگو نبود. پس اجازه بدید برنامه رو به اتمام برسونیم با آرزوی عاقبت بخیری برای تک تک شما عزیزان. ممنون که همراه بودید و امیدوارم تحلیل مطلوبتون بوده باشه. هر جای دنیا که هستید موفق و مؤید باشید. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.